درود بر شما. امروز میخوام راجع به ماهیت و مزیت کارت ویزیت مجازی صحبت کنم. اگر بخوام خیلی ساده توضیح بدم، کارت ویزیت مجازی یک صفحه کدنویسی شده برای انتشار اطلاعات کلیدی کسب و کار در فضای اینترنت است و تنها هدف از جلب سریعتر کاربران موبایلی و اطلاع رسانی هدفمند به آنهاست. لطفاً به این نکته توجه کنید. سرعت بارگذاری کارت ویزیت مجازی تقریباً 20 برابر سریعتر از بارگذاری یک وبسایت بر روی گوشی تلفن همراه است. سرعت بیشتر باعث ارتباط سریعتر خریدار با فروشنده می شود. زمانی که یک کارت ویزیت مجازی با نام انحصاری، طراحی، کدنویسی و در فضای مجازی منتشر می شود، هر شخصی می تواند با روش‌های متنوع به آن دسترسی پیدا کند. یکی از این روش‌ها جستجوی نام کارت ویزیت مجازی توسط موتور جستجوگر گوگل است که به دلیل کدنویسی مناسب صفحه اول گوگل را به خود اختصاص خواهد داد. روش بعدی استفاده از کد QR یا بارکد دو بعدی مرتبط با کارت ویزیت مجازی است. این بارکدها می توانند در هر مکانی درج گردند و توسط تلفن‌های همراه خوانده شوند. روش سوم ارسال لینک کارت ویزیت مجازی از طریق SMS با استفاده از شناسه پیامکی و سامان سراسری پیام کوتاه می باشد و آخرین روش اشتراک گذاری لینک کارت ویزیت مجازی در شبکه‌های اجتماعی است. حالا یک سوالی پیش میاد که چه محتوایی می توانند بر روی کارت ویزیت مجازی قرار گیرند؟ همونطور که مشاهده می کنید، نام و لوگوی متقاضی، توضیحات کسب و کار، معرفی خدمات و محصولات، راه‌های ارتباطی، آدرس و مکان بر روی نقشه، لینک وبسایت و شبکه‌های اجتماعی. شما می توانید با مراجعه به وبسایت qriranco.ir جهت تکمیل فرم مربوطه و انتخاب تم مورد نظر کارت ویزیت مجازی خود را دریافت نمایید. پاینده و برقرار باشید.